توی این ویدیو اومدیم بریم بتل با بچه ها. البته یه تفاوتی داره، اونم اینه که آقا اونا هر کلی که بزنن من اینجا گردونه دارم و میچرخونم. توی این گردونه ها که این بغل براتون میاد میتونید ببینید مثلا یه سری مجازات‌های خاص داره. و آره آقا اولندش که بات حساب نیست. خب لینک چنل تلگرام و اینستامون هم اینجا هستش، دوست داشتید سر بزنید. خلاصه که چیز دیگه ای هم نمونده، بزنیم بریم سراغ شروع شدن ویدیو. اینا میخوام برم چالش بگیرم پارم آجی. خب بچه ها داریم میریم یه منطقه، آقا یاسر میخواد ما رو به گاه بده. وسط بیابون پرید طرف. بچه ها من این حساب رو باید امشب بدمش بره دیگه. خلاصه البته حسابم واسه خودش نبود. آره حسابم واسه خودم نبود، من اصفهانی ام بچه ها. من نه کیل نکن، نزنید کیل. بیادب بیشور، بیادب بیشور، خیلی بیادبی. این آخرین ویدیو رو این حساب بچه ها. ای بابا سریعتر دقیقا کیل نزنید جون بچه‌تون. علی نوب سگ کیل نزن. ببین دوستانی که ویدیو رو میبینید منو به جون پرهام قسم داد که کیل نزنم. چه پره این دست پر یوتیوبره ولی متاسفانه تو اسکواد ما نداریم. ای به دست سگ. یارو وایساده بود سر جاش نفشیدم. آی ای پدرت. خب میچرخونم. خب چالش اول، خب گوش کن، چالش اول 1 دقیقه اگه نمیدیدم نزنمش. سیکسیر. خب مهدی گانزو صبر کن. اصلا نمیدونم چرا دارم این کارو میکنم. یه دقیقه صبر. بخترین چالش پوریا واسه یه ماه نبچه بی یا فقط باید بندازم و با کلت بزن. کلت جونی دارم کمک. مردش گرد مجازات هاچی مجازات برو بابا پوری منو زد. برم جلو حاجی صبر کنید الان بهتون میگم چی بود. بری گردنه برو ریسمین گردنه بده برو نه داشت مردم. یاسر یه صدایی که میخوای در بیارم بگو باید در بیارم. یه صدا آها اگه میخوای چالش درست بگم هم آه بکشم صدا سگ با هم در بیار. صدا سگو در میارم. نه یه 200 تا بفرست پوری 200 تا بفرست. لاکی چند بذارم که بمونم مهم نیست. یه دقیقه بیان این دستو نمیذارم یاسر. یاسر بذار خیلی قشنگ بود این دستش علی. آقا با ببین الان دو تا رفتیم او اینمی مفت گیرو بودم. آقا من بگم گو خوردم قبوله، چرا من هر جا میرم یکی دنبال منه. داشت یوتیوبری میخوان استریم اسنایپت کنن. ای بابا مردم. ناموسن؟ وا دنبال منه. منه. خوش میگذره بهش. برای همینه میگم این دستو بذار. تو داری ملکی ناک میشه. علی نرو علی مردی. بابا گان نبود توش یاسر کمک. تون بهترین یوتیوبر ایران رو مشاهده میکنید. ها گان ندارم. خب خره پوریا آبکی. خنده ننداز بی پدر. خب ببین این فقط لابی باتی نشون میده داداش. انمی همش آجی این دست بدون مجازات بریم ها. خیلی قوی ان داشت دیگه. آقا این باتی نیست خدا وکیلی.
آره داداش، آره اسم تو دیدم. این داره راه میره بارم برداشت برو گل نخور مگه بات. در نظر این که بود آقا الان یه لحظه گوش کن، خصوصیت های خودتو در نظر بگیر رو ناباتم. شروع نشده من بعد چالگاه زود تمام میشه. داداش بات نیستن. علی بپرس، علی جای منه. آره داشت دمیج داره اینو بات بیا آقا دیگه بیا با- بات ببین بی پدر مکسبن الان هر کدومتون یه دونه کیل دارید بجز من. دمیج سر خدافظ. خودی چه اکانتی علی موی آبی رو داشت، این یارو مو برقی آبیه رو داشت، لباس چیز داشت، لباس فهمودا جی شلوار هری داشت، یک کفش نه نمیتونم بیانم مارکم میشه بابا خب مال من میاد. اوکی. اگه نتونم چی؟ بله. سلام علیکم. خب اوکیه سب کن. چالش چی بود یادم جفت گانا باید بندازم. علی با مین یکی دیگه هم زدم. علی دوتا مین کاشتم پشت خودم، یکی دیگه هم زدم. سلطان موشک رو زدی. سلطان موشک اوجی خب یه لحظه صبر کنید. چالش بعدی چیه؟ آسمون، فقط آسمون فریفایه. دوستان تیکاف. خوبه چه رنگ داداش یک بعد بشین این خر بلی بدی و انمی میزنه زون میزنه. حالا اینجا یه- میکنیم سلام نوکردم سبت بخیر. سلام حاجی، چرا همه اینجا سوار موتور ماشینه؟ پوری خر یه پلی نداشت، یک بعد این خر پلی بدی لاشی سی اس وقت خیلی بابا آفریایی ببین الان مثلا توی که قردونات نوشته بود با مشت نمی‌بزن گاناتو بنداز تو داخل سی اس عمرن بتونی این کارو بکنی. خب دیگه کلا مجازات میاد سخت دیگه چهار بابا عرب دزدی همین بود پوریا همین بود منو زد اینو من زدم یه سری دمیج یا صبر پروش. بابا دمیج یارو. بابا من گان نداشتم، خب چیکار کنم؟ یکی از دوستامون توافق کرد در ازای ایمیل اکانت یه دونه پک خاص کنیم که داخل چنل تلگرام خاص میشه. کسایی که خواستن میتونن بیان اونجا و بردارن. بچه یه نفره علی خاک بر سر، یه نفر یوتیوبر طرف بزن تو سرش. نمیبینی چی کوری؟ یارو یوتیوبره داشت من گان نداشتم به قرآن. جی پسر که چو. خب بچه ها همجور که میبینید دوستمون قبول کرد که در ازای اینکه آقا 3 تا کیل زده بود لاشی، 3 تا گردونه خیلی بد بود، یه دونه پک هدشات خاص کنیم تو چنل تلگرام. حالا اون به درک اگه این ویدیو به 30 تا لایک یا 20 تا لایک کمش میکنیم 20 تا لایک برسه، داخل کامنت ها هر چالش بنویسید میارم داخل همین گردونه ها و اونا رو انجام میدم. آقا بدبختم نکنید ناموسن. همین دیگه، کاری نداره. خداحافظ.